الله من فضلی اگر کم بغل باشن الله از فضلش بای میگرداند. وقتی که مفسرین کرام میگن که خانه شما کدام فقیری وقتی که مسلمان از خواستگاری آمد شما نگه که این فرزند مرا خورانده و پوشانده و نگاه و بین کرده میتونه یا نه. این بایشیدن دست الله است. کم بغل کردن هم قدرت الله است. انسان‌هایی که به خلطه طلا داشتن این روز دیا بردن انزار هستند. اما انسانی که هیچی نداشتن این روز چی هم بایی بدولتن. شما نگاه نکنید، شما چی تقواش نگاه کنید، مسلمان بودنش نگاه کنید. اما این دختر میره بتونه یکی جو میخورانه میپوشونه ایش فکر نکنه. حتی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عبدالله بن مسعود میگه التمسوا الغنى فی النکاح، شما باید در نکاح طلب کنید. الله میگه یکون فقرا یغنیهم الله من فضله. با نکاح انسان خداوند با فضلش بای میگردانه. خیلی نکاح مقدس است. حتی دختردارها هم باید در جستجوی چی باشند؟ داماد خوب مسلمان باشند. امروز در بین مردم ما فقط پسردارها خانه دختردارها می روند. دختردارها هم خانه پسردارها برن. این عیب نیست، این تعلیمات قرآن است. یگانه تویی که الله در قرآن ذکر کرد، یک نکاحی که پروردگار ذکر کرد توی حضرت موسی علیه السلام است. در سوره مبارکه قصص وقتی حضرت موسی علیه السلام فرار کرد رفت، دخترای شعیب آب یاردم کرد. شما سوره قصص نگاه کنید، قرآن باز تمام زبان ترجمه شده است. وقتی او دعوت کردن خانه حضرت شعیب علیه السلام رفت، خودی حضرت شعیب بیان کرد که الله تبارک و تعالی در قرآن میگه اريد ان انکحک احدى ابنتي، من میخواهم ای موسی یکی از دخترام در نکاح تو بدارم. موسی خواستگاری نکرد، خودی شعیب پدر عروس پدر همون دخترها موسی را طلب کرد که تو چی فکر داری؟ میخوای که یکی دخترای من چیکار کنی؟ در نکاح خود بذاری. اینجای عیبش نیست. میبینی یک همسایه است، یک خیش از تبار است، وقتی که مسلمان است، قاری است، دانلو است، انسانی با تقوا و مسلمانی واقعی است، کوفی مناسب که هستند پیشنهاد کنه. اینجای عیبش نیست. اما کسی که فرزندش و گفت حضرت علی رضی الله عنه فرزندش پول مال پسردار نگاه میکنه، تقواش نگاه نمیکنه، که صغیره عرقنوش و بد اخلاق آدمکش میتیه، در حق دخترش خیانت کرده است. وقتی دخترش سوزانده است. بنابراین نکاح خیلی برکت است. بنابراین ما شما باید از این نکاح ها باید فرزندان باید حلقه گوش دختران باید تربیت کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن این تحفه و گلدسته است برای پدرها و مادرهایی که دو دختر تربیت میکنن، که پیامبر علیه السلام گفت من عال جاریتین فادبهما فاحسن تعذیبهما وعلمهما فاحسن تعلیمهما جاء یوم القیامه و هو هكذا كهاتین. پیامبر علیه السلام اشاره به ثبات الوسطى اشاره کردن. حدیث صحیح است. پیامبر علیه السلام چی گفت؟ هر انسانی که دو دختر تربیت میکنه، این تربیت کردن بسیار مشکل است. دو دختر تربیت میکنه، با بایا و کمال میرسانه، اونها را از خردی از 3 سالگی با موافقی گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله افتحوا صبیانکم اول کلمه بلا اله الا الله. فرزندان شما وقتی قبل زمان نشوند اونها را کلمه توحید با زبانشان باید بگشایید. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باید در زبانها باید جاری باشه. الکی 3 سالش از 3 سالگی 7 سالگی نماز، تعلیمات ضروریات دین، هستی خدا، باوری به خدا، باوری به جنت و دوزخ، باوری به ملائکه ها، باوری به پیامبرها و کتاب ها. شرط ملایشان کردن نیست، اونها را شرط مسلمان کردن است. که حضرت یعقوب علیه السلام فرزندانش گفت که استجیب فلا تموتون الا وانتم مسلمون. فرزندان من وصیت من سوره بقره ده همین است برای شما که شما کاری کنید از این دنیا مسلمان بمیره. مسلمان بودن مهم مردن نیست، مهم مسلمان مردن است. بنابراین دخترها تربیت کردن در کار ضروریات دین، هستی خدا، باوری به خدا، جنت و دوزخ، آمنت بالله رو با ترجمه هاش عقیده اون تربیت کردن. اهل حجاب، اهل نماز اونها رو کردن در کار. من عال جاریتین فادبهما، آداب فاحسن تادیبهما، آداب خوب، و علمهما فاحسن تعلیمهما، تعلیمات بده دختراش، بهترین تعلیم خواندن و نوشتن با اونها میآموزن، قرآن میآموزن، با آداب و با اسلام، با حجاب، با آبرو به خانه شوهر گسیل میکنن. پیامبر صلی الله علیه و چی گفت؟ این دو دختر
این پدر و مادری که 2 دختر تربیت کردن یا 1 دخترم تربیت کردن، چند دختری که تربیت کردن، وقتی که اونها رو با آداب، با آبرو، با ایمان و با اسلام به خانه شوهر رسید کردن، همه خیلی پدر و مادرها همراه من پیش قفا جنت می‌دارن. گفتن حضرت قطعی من یک جایه می‌دارم، از اون پیش نمی‌دارم پیامبر گو.